حمله رونالدو به پوکر تاریخی، کسی به من نمیرسد. سلام به همه دیفکت‌های عزیز، خوش اومدین به کانال دیفکت. این 44مین قسمت از خبر امروزه. امیدوارم دوست داشته باشین و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین برامون کامنت بذارین. کریستیانو رونالدو به یک آمار فوق‌العاده نزدیک می‌شود. CR7 در پایان فصل ممکن است اولین ستاره‌ای باشد که در 4 کشور آقای گل شده است. رونالدو در رکورد آقای گل شدن در 3 لیگ مختلف تنها نیست و چندین نفر در این رکورد با او یکسانند. در صدر فهرست شرکای رونالدو در این آمار لوئیس سوارز قرار دارد که در فصل 2009-10 آقای گل هلند شده. در فصل 2013-14 کفش طلای لیگ برتر را فتح کرده و در فصل 2015-16 هم آقای گل لالیگا شده. به نظر میرسد سوارز در حال حاضر هم رقیب سرسخت رونالدو است. در حالی که کریستیانو 4مین آقای گلی را در عربستان دنبال می‌کند، سوارز هم به دنبال آقای گلی در لیگ MLS آمریکا است. هرچند فصل فوتبال آمریکا تازه آغاز شده و کریستیانو می‌تواند زودتر از سوارز به رکورد تاریخی دست پیدا کند. پسر سرمربی در کادر فنی یعنی پارتی بازی. رالف هاستنهوته سرمربی جدید وولفسبورگ به خاطر اضافه کردن پسرش به کادر فنی این تیم در آلمان با انتقاد مواجه شده. عدالت رعایت نشد. دیگر هرگز زیدان را ندیدم. مارکو ماتراتزی از اینکه همه او را به خاطر ضربه سر زیدان به یاد میآورند ناراحت است و میگوید این منصفانه نیست. ماتراتزی در مصاحبه جدید خود در مورد آن اتفاق گفت: من آن اتفاق را دوست ندارم و این عدالت را در مورد دوران فوتبال من رعایت نمی‌کند. آن برخورد هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. من مأمور مهار زیدان بودم و در یک تنش درون بازی زیدان پیراهنش را به من پیشنهاد داد و من جوابی دادم که خوشش نیامد. سپس او برگشت و همانطور که همه به یاد دارند واکنش نشان داد. من دیگر هرگز زین‌الدین را ندیدم. تنهاخ در افطاری یونایتد: خوب غذا بخورید. اریک تنهاخ سرمربی منچستر یونایتد در میهمانی افطاری بازیکنان و اعضای این باشگاه شرکت کرد. او با روی خندان در این میهمانی حضور یافت و به احوالپرسی با همکارانش مشغول شد. صدای خندان تنهاخ شنیده میشد که به آنها میگفت یک غذای خوب بخورید و او در نزدیکی میز حضور داشت تا با همکارانش گفتگو کند. یونایتد کارمندان مسلمان متعددی دارد، از جمله بازیکنان تیم اصلی مانند آماد دیالو و آمرابات که به همین دلیل این مراسم افطاری برگزار شد. درگیری ستاره بارسا با هوادار جلوی باشگاه. اینیگو مارتینز مدافع بارسلونا بعد از تمرین اخیر این تیم از ماشین خود پیاده شد و با یک هوادار که به او توهین کرده بود درگیر شد. مارتینز با قیافه برافروخته به سمت این هوادار رفت و گفت: آخرین باری باشد که به من میگویی احمق. آخرین باری باشد که به من توهین میکنی. شنیدی یا نه؟ آخرین بار. این اولین بار نیست که بازیکنان بارسا با هواداران خودشان درگیر میشوند. ساموئل اومتیتی زمانی که بازیکن بارسا بود هم در حرکتی مشابه با اینیگو مارتینز از ماشین خود بیرون آمده و با هواداران درگیر شد. حتی لیونل مسی، آنتونی گریزمان و ریکی پوچ هم سابقه درگیری لفظی با هواداران در مقابل مجموعه تمرینی باشگاه را دارند. گواردیولا اینجا باخت. آرتتا برنده نبرد تاکتیکی. پپ گواردیولا یک بار دیگر توانست شاگرد قدیمی را مغلوب کند و بازنده نبرد تاکتیکی برابر آرتتا شد. ولی پیروز واقعی شخص دیگری بود. 4 مدافع میانی در خط دفاع منچستر سیتی. ساعتی پیش از بازی با انتشار ترکیب دو تیم، تصمیمات گواردیولا کمی غافلگیر کننده به نظر می رسید. در چارچوب دروازه با توجه به مصونیت ادرسون، بار دیگر استفان اورتگای آلمانی بازی می کرد. هرچند با مصونیت کایل واکر در بازی تیم ملی انگلیس مقابل برزیل، دست گواردیولا در خط دفاع کمی بسته بود، اما حضور 4 مدافع میانی در خط دفاع کمی عجیب بود. از راست به چپ امانوئل آکانجی، روبن دیاز، ناتان آکه و گواردیول در خط دفاع سیتی بازی می‌کردند. در خط میانی هم حضور همزمان رودری و ماتئو کوواچیچ نشان از گرایش دفاعی گواردیولا در انتخاب ترکیب نیمه اول داشت. برناردو سیلوا، فیل فودن و کوین دی بروینه دیگر هافبک‌های سیتی بودند که عقب‌تر از ارلینگ هالند بازی می‌کردند. ترکیب سیتی در شروع بازی محافظه‌کارانه به نظر می‌رسید، اما آرتتا تغییری در ترکیب استاندارد تیمش ایجاد نکرده بود. داوید رایا در چارچوب دروازه، بن وایت، ویلیام سیلوا، گابریل و جیکوب 4 مدافع آرسنال بودند.
در آرایش 4-3-3 جورجینیو، دکلان رایس، مارتین اودگار سه هافبک میانی آرسنال بودند و در خط حمله هم بوکایو ساکا، ژسوس و کای هاورتز بازی می‌کردند. تنها نکته ویژه نیمکت نشین شدن گابریل مارتینلی و حضور ژسوس کنار هاورتز و ساکا از ابتدا بود. حبس شدن آرسنال در 15 دقیقه ابتدایی. در 15 دقیقه ابتدایی تسلط سیتی بر جریان بازی چشمگیر بود. هرچند ظاهر ترکیب سیتی محافظه‌کار بود، اما مثل بازی‌های مراحل حذفی لیگ قهرمانان فصل گذشته، گواردیولا با شکلی ویژه از بازی موفق به تحمیل شکست بازی خودش به حریف قدرتمندش آرسنال شده بود. تیمی که در سه بازی قبلی خود در لیگ برتر 12 گل به نیوکاسل، شفیلد و برنتفورد زده بود. بله، 12 گل در سه بازی پیاپی لیگ برتر. تعداد توپگیری‌های بازیکنان سیتی، آرسنالی‌ها در نیمه این تیم در 15 دقیقه ابتدایی واقعاً چشمگیر بود. نکته‌ای که باعث شده بود آرسنال در این مبارزه زمانی به ندرت با توپ بتواند وارد نیمه زمین سیتی شده و در این بخش از زمین مستقر شود. کرنر سیتی، ضربات آرسنال. در 15 دقیقه دوم مالکیت توپ سیتی بیشتر هم شد و به 72% رسید، اما موقعیت گل خاصی در بازی ایجاد نمی‌شد. بهترین موقعیت سیتی روی یک کرنر شکل گرفت و ضربه آکه از فاصله نزدیک دروازه که توسط رایا مهار شد. جالب این که آرسنال تعداد ضرباتش به سوی دروازه در همین بازی زمانی به رغم مالکیت کمتر از 30% بیش از سیتی بود. مهمترین اتفاق در این دقایق مصدومیت آکه و تعویض اجباری او با ریکو لوئیس بود، بازیکنی کاملا متفاوت با آکه. باز شدن فضاها در بخش پایانی نیمه اول. بازی در نیمه اول در حالی بدون گل به پایان رسید که در 15 دقیقه پایانی این نیمه تراکم و فشردگی آرسنال در فاز دفاع کم شده بود و همین باعث شد هر دو تیم فضاهای بیشتری برای طراحی حملات خود پیدا کنند. ژسوس در نیمه اول چند بار از فضای خالی شده میان آکانجی و دیاز استفاده کرد و دلیل حضور او در ترکیب اصلی به جای مارتینلی که ترجیح می‌دهد در کانال‌های کناری صاحب توپ شود مشخص شد. در دقایق پایانی نیمه اول مشخص شد که قرار است در نیمه دوم بازی هیجان انگیزتری را ببینیم. 4 تعویض تاکتیکی گواردیولا و آرتتا. با شروع نیمه دوم شکل بازی سیتی به کلی تغییر کرد. لوئیس در زمانی که سیتی صاحب توپ بود عملاً تبدیل به هافبک دفاعی شده بود و رودری عقب‌تر از او نقش یکی از مدافعان میانی را بازی می‌کرد. همین تغییر شکلی سیتی را در فاز حمله کمی موثرتر از قبل کرده بود، اما وقتی گواردیولا فهمید با این تغییر همچنان نمی‌تواند ایجاد موقعیت کند، دو تعویض همزمان در دقیقه 60 انجام داد. جک گریلیش و جرمی دوکو به جای کوواچیچ و فودن وارد میدان شدند. با این دو تعویض عملاً دو نیروی هجومی جایگزین یک بازیکن تدافعی و یک بازیکن هجومی شدند. در واقع برآیند این دو تعویض تهاجمی‌تر شدن سیتی بود. دوکو که اغلب او را در بال چپ می‌دیدیم در سمت راست قرار گرفت و گریلیش در سمت چپ. به نظر می رسید گواردیولا با این کار می‌خواست خط دفاع آرسنال را مجبور به عریض‌تر شدن برای مهار دوکو و گریلیش کند تا بعد در کانال‌های میانی فضای بیشتری برای نفوذ ایجاد شود. آرتتا در واکنش به این تعویض‌ها توماس پارتی که یک هافبک دفاعی کلاسیک است را به جای جورجینیو وارد زمین کرد و تاکیرو تومیوزو هم به جای کیویور در دفاع چپ قرار گرفت. موفقیت تاکتیکی آرتتا. هرچند سیتی در شکل بازی و ترکیبش هجومی شده بود و تعویض‌های آرسنال در جهت کنترل بازی و حفظ نتیجه بود، اما در دقایق پایانی تیمی که بار دیگر تا آستانه زدن گل پیش رفت آرسنال بود. به خصوص در صحنه‌ای که لاندرو تروزاد بازیکن تازه وارد به زمین در محوطه جریمه ضربه‌ای داخل چارچوب زد و اورتگا دروازه‌بان سیتی این شوت را دفع کرد. نتیجه تعویض‌های گواردیولا هرچند نزدیک شدن سیتی به خلق موقعیت بود، اما نیروهای تهاجمی این تیم فقط به انجام این کار نزدیک شدند و نه موفق به عملی کردن آن. آرسنال به رغم 28% مالکیت توپ یک ضربه به چارچوب بیش از سیتی ثبت کرد. سیتی یک ضربه در چارچوب داشت و آرسنال 2 ضربه. همین آمار کافی است که به این نتیجه برسیم آرتتا دیروز در جدال تاکتیکی با گواردیولا کاملا موفق بود و توانست یکی از بهترین تیم‌های جهان را در ورزشگاه خودش دور از دروازه آرسنال نگه دارد. پیروزی بزرگ کلوب.
برنده اصلی این بازی یورگن کلوپ بود. تیم او حالا با 67 امتیاز و 2 امتیاز اختلاف با آرسنال و 3 امتیاز بیش از سیتی در صدر جدول قرار گرفته است. این رقابت سه تیمی فوق‌العاده نفسگیر شاید تا روز پایانی لیگ ادامه داشته باشد. رقابتی که در حافظه لیگ برتر انگلیس باقی خواهد ماند. سقوط منچستر سیتی. چه تیمی قهرمان می شود؟ بر اساس پیشبینی ابررایانه اپتا، منچستر سیتی برای اولین بار در فصل جاری دیگر شانس اول قهرمانی لیگ برتر نیست و لیورپول از این تیم پیشی گرفت. نتیجه شانس قهرمانی تیم تحت هدایت پپ از 45.9% به 33.5% کاهش یافت. دومین تساوی متوالی و سومین در 6 بازی اخیر لیگ برتر. شانس آنها 12.4% کاهش یافته، یعنی دقیقاً همان مقدار که شانس لیورپول افزایش پیدا کرده. این کمترین شانس قهرمانی منچستر سیتی در تمام فصل است. در همین حال شانس آرسنال روی 18.8% ثابت باقی ماند. تساوی دیشب البته باعث شد آرسنال موقعیت خود را در صدر لیگ از دست بدهد و به رتبه دوم سقوط کند. با 9 بازی مانده به پایان هنوز زمان و پیش و خم‌های بیشتری وجود خواهد داشت و شانس هر کدام از این سه تیم مثلث قهرمانی میتواند دستخوش تغییر شود. 2 ستاره بارسا را از ال کلاسیکو محروم کنید. مارکا نوشته که روبرت لواندوفسکی و کانسلو به دلیل دریافت کارت زرد عمدی باید بازی با رئال را از دست بدهند. روبرت لواندوفسکی، کانسلو و اینیگو مارتینز 5مین کارت زرد خود را در دیدار مقابل لاس پالماس گرفتند. کارتی که برایشان 1 جلسه محرومیت را به همراه دارد. این سه بازیکن بازی مقابل کادیز را از دست خواهند داد و سپس می توانند بدون مشکل در دیدار مقابل رئال مادرید در برنابئو بازی کنند. با این حال مارکا نوشته است که در مورد لواندوفسکی و کانسلو آنها باید با 2 بازی مجازات شوند و بنابراین بازی با رئال مادرید را از دست بدهند. قانون انضباطی فدراسیون فوتبال در این مورد قاطعانه است و میگوید اگر فوتبالیستی عمدن کارت بگیرد تا از محرومیت در یک بازی حساس فرار کند مستحق جریمه است. مشخص بود که لواندوفسکی و کانسلو به عمد کارت گرفتند تا بدون مشکل به ال کلاسیکو برسند، ولی در مورد اینیگو کارت زرد او اجتناب ناپذیر بود و به عنوان یک مدافع او همیشه در معرض گرفتن اخطار است. گواردیولا سوژه شد. اینها همش فیلمه. پپ گواردیولا به خاطر بحث پرشور با جک گریلیش در پایان بازی با آرسنال با انتقادهایی مواجه شده و برخی او را به فیلم بازی کردن و تظاهر جلوی دوربین متهم می‌کنند. ریچارد کیز، گزارشگر شبکه بی‌ان اسپورتس، از اولین کسانی بود که به خاطر این حرکت از گواردیولا انتقاد کرد و گفت این کارها را بگذار برای رختکن. این رفتارها برای جلوی دوربینه، مگه نه؟ واقعا خسته کننده شده. وارد تونل شو و به رختکن برو. آنها الان اصلا نباید در زمین باشند. پپ حتما می‌خواهد سراغ تک تک بازیکنانش برود و بگوید چه اشتباهاتی کردند. نمایش گواردیولا جلوی دوربین هنوز تمام نشده بود و او قبل از ورود به تونل ورزشگاه جرمی دوکو را هم پیدا کرد تا اشتباهاتش در جریان بازی را هم به او گوشزد کند. جاسوسی ستاره سیتی از آرسنال در وسط بازی. ویدیویی از جریان بازی منتشر شد که در آن برناردو سیلوا به سمت بازیکنان آرسنال می‌رود. ستاره پرتغالی سیتی سعی داشت از برنامه‌های تاکتیکی میکل آرتتا با خبر شود. آرتتا در کنار خط شاگردانش را کنار هم جمع کرده بود و با آنها گفتگو می‌کرد تا نکات کلیدی را به گوش آنها برساند که در این لحظه سیلوا از نزدیکی پپ گواردیولا فاصله گرفت و به سمت آرسنالی‌ها رفت. او پس از اینکه به نزدیکی آنها رسید با دخالت یکی از اعضای کادر فنی آرسنال مواجه شد که به او هشدار داد تا از بازیکنان این تیم دور شود. ویدیوی سیلوا در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته که یکی از هواداران در واکنش با آن نوشت برناردو در حال گوش دادن به تاکتیک‌های آرتتا. یک نفر دیگر نوشت برناردو جدی نیست. یک نفر دیگر نوشت به جای اینکه حرفای مربیش را گوش کند او مشغول استراق سم بود. نفر چهارم به طعنه نوشت هرچند این به آنها کمک نکرد که بازی را ببرند. گریلیش: نمیدانم چرا در تمام انگلیس مرا هو میکنند. جک گریلیش، هافبک منچستر سیتی، اعلام کرد از هو شدن در ورزشگاه‌های انگلیس تعجب کرده، اما از این رفتارها ناراحت نمیشود. گریلیش در مصاحبه اخیرش گفت من همیشه فکر میکنم چرا هواداران حریف من را هو میکنند. مادرم هم همیشه در این مورد از من سوال میکند، اما من در واقع نمیدانم چرا چنین چیزی اتفاق میافتد. در هر ورزشگاه خارج از خانه‌ای که میروم هو میشوم و دقیقاً نمیدانم که اشتباه هم چیست. من
فقط سعی می‌کنم آن را به عنوان یک تعریف مثبت یا تعریف نگاه کنم. جالب این است که این ستاره انگلیسی علاقه دارد به این انتقادات به نوع دیگری نگاه کند. به جای اینکه بگذارد روی عملکرد یا طرز فکر او تاثیر بگذارد، ترجیح می‌دهد آن را به عنوان یک تعریف یا نوعی قدردانی ببیند. توانایی گریلیش برای حفظ آرامش و تمرکز در مواجهه با مشکلات گویای پختگی و حرفه‌ای بودن او به عنوان یک بازیکن است. پیشبینی جالب پرز: این بازیکن رئال توپ طلا میبرد. فلورنتینو پرز پس از پیروزی شب گذشته رئال مادرید پیشبینی کرد که ستاره این تیم در آینده توپ طلا خواهد برد و در کمال تعجب این بازیکن جود بیلینگهام نیست. پرز پس از بازی در مصاحبه‌ای گفت رودریگو توپ طلا را خواهد برد. شک نکنید، او بازیکنی استثنایی است. او پتانسیل بردن طلا را دارد و بالاخره آن را در دست خواهد گرفت. این بازیکن 23 ساله در حال حاضر در 42 بازی این فصل 15 گل برای رئال مادرید به ثمر رسانده و در مجموع از زمانی که در سال 2019 به رئال پیوسته موفق به زدن 52 گل شده است. هوش مصنوعی امباپه و یوسین بولت: مسابقه 200 متر بین سریعترین دونده و سریعترین فوتبالیست جهان شبیه سازی شده که نتیجه آن قابل توجه است. نتیجه یک مطالعه در اکتبر 2022 نشان داد که امباپه سریعترین بازیکن جهان است و حداکثر سرعت آن 10.6 متر در ثانیه است که تقریباً برابر با 22.4 مایل در ساعت است. علیرغم موقعیتش به عنوان یکی از سریعترین بازیکنان فوتبال، او تا حدودی از بولت عقب می‌ماند. بر اساس گزارش سایت رسمی المپیک، بولت با ثبت رکورد 100 متر جهان در مسابقات قهرمانی جهانی سال 2009 به حداکثر سرعت 47.72 کیلومتر در ساعت رسید که در حدود 29.65 مایل در ساعت است. با وجود فاصله قابل توجهی بین سرعت بالای بولت و امباپه، سوال این است که فاصله بین این دو در یک مسابقه 200 متر چقدر خواهد بود؟ یک شبیه سازی سه‌بعدی جذاب توسط اسپید شوداون در یوتیوب آپلود شده. مشخص است که فاصله سرعت امباپه با یک انسان معمولی فاصله زیادی دارد. همانطور که در ویدیوی شبیه سازی شده نشان داده می شود، مهاجم پاریس سن ژرمن شروع خوبی دارد، اما طولی نمی کشد که بولت به عنوان دارنده رکورد 100 متر از سال 2009 طی 9.58 ثانیه به خط پایان می رسد. در مدت زمان کوتاهی او فاصله زیادی با این فوتبالیست می گیرد و با فاصله قابل توجه از او مسابقه را تمام می کند. با این حال امباپه خیلی عقب‌تر از اون نیست و در 10.9 ثانیه به این رقابت پایان می‌دهد. با این آمار اگر امباپه در فینال 200 متر المپیک توکیو شرکت می‌کرد، 1 ثانیه با آندره دیگراس که به مدال برنز رسید فاصله داشت. این نشان می‌دهد که بولت در بهترین حالت خود چه ورزشکار تاثیرگذاری بوده است. در کمال تعجب، امباپه در بین سریع‌ترین فوتبالیست‌های جهان در سال 2024 که در فوریه به روز رسانی شد، حضور نداشت. آنتونیو رودیگر مدافع آلمانی رئال مادرید بیشترین سرعت در یک مسابقه فوتبال در آن بازی زمانی را به خود اختصاص داده، اگرچه امباپه همچنان سریعترین بازیکن جهان است. به گزارش دیلی میل، امباپه یک بار در سال 2019 در بازی مقابل موناکو سرعت 38 کیلومتر در ساعت را ثبت کرد. این مهاجم همچنین در مسابقه لیگ قهرمانان اروپا مقابل رئال سوسییداد در مارس 2024 100 متر را در 10.9 ثانیه دوید. انتقاد ستاره جنجالی از آچربی: او باید محروم شود. ماریو بالوتلی میگوید در پرونده اتهام نژاد پرستی به فرانچسکو آچربی از او محافظت شده است. دادگاه پس از بررسی کامل چندین زاویه دوربین و لبخوانی از طریق تصاویر هیچ مدرکی مبنی بر اقدام آچربی به توهین نژاد پرستانه پیدا نکرد. بالوتلی در این باره گفت 20,000 دوربین و 20,000 میکروفون وجود دارد و نتوانستند مدرکی برای توهین آچربی پیدا کنند. به نظر من ممکن است که از آچربی محافظت کرده باشند. دلیلش را نمیدانم. هر دلیلی ممکن است داشته باشد، اما کمی غیر منطقی و غیر قابل باور است که در این جنجال آچربی محروم نشود. حتی حرفهای او هم با هم تناقض داشتند. عجیب است. اینتر 2 امپولی 0 بدون توقف به سمت اسکودتو. اینتر با گل‌های فدریکو دیمارکو و الکسیس سانچز مقابل امپولی به پیروزی 2-0 رسید. با کمک رئال، اتلتیکو رتبه 4 را پس گرفت. اتلتیکو مادرید در دیداری خارج از خانه مقابل ویارئال به برد 2-1 رسید. ژاوی در پی
تغییر تاکتیک در لیگ قهرمانان اروپا. ارسال پاس فقط بلند. یک ترفند کلیدی تاکتیکی. به نقل از تونی خوان مارتی از نشریه اسپورت، ژاوی و کادر فنی او در حال کار برای اجرای یک تغییر تاکتیکی کلیدی برای بازی بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن هستند. ایده این است که از ارسال پاس‌های کوتاه بیش از حد در نیمه خود خودداری شود و ارسال پاس‌های بلند در زمین به منظور دور زدن پرس تیم حریف در دستور کار قرار بگیرد. بهترین راه مقابله. کادر مربیگری بارسلونا پرسینگ حیرت انگیز قهرمان فرانسه که خطر از دست دادن توپ را در بازی افزایش می‌دهد مد نظر قرار دادند. در مواجهه با چنین سناریویی دستور اصلی ژاوی این است که به سرعت جهت بازی تغییر داده شود تا بازیکنان بتوانند از زیر فشار فرار کنند، یعنی بعد از چند پاس کوتاه به سرعت به دنبال منطقه دیگری از زمین برای ارسال پاس بلند و ارسال توپ برای مهاجم بگردند و از آنجا منتظر دفاع و هافبک‌ها بمانند تا در نیمه حریف با سرعت بیشتری حمله کنند. این یک روش معمول و بهترین راه مقابله برای بازی پرفشار پاریس سن ژرمن است. بریم سراغ بازی‌های امروز و این هم نتایج بازی‌های دیروز. ممنون که تا اینجای ویدیو با